خیلی از مواقع مراجعه کننده هایی که رجوع میکنن به سالن ماساژ و اسپا نمیدونن که چه نوع ماساژی رو باید انتخاب کنن. مجموعه سالن ماساژی موفقه که دارای مشاور ماساژ هستش. مشاور ماساژ بر اساس شرایط بدنی شما بهترین نوع ماساژ رو به شما پیشنهاد میکنه. آیا هدف شما ریلکس شدن، تراپی و درمان یا زیبایی؟ پس در گام اول ماساژتون رو انتخاب کنید. اگر صرفاً جهت رفع تنش، خستگی و اضطراب‌های روزانه هستید، ماساژ ریلکسی و آروماتراپی مناسب شما هستش. اگر هدف شما از ماساژ دفع سموم بدن، تقویت سیستم عصبی و رفع گرفتگی‌های عضلانی هستش، ماساژ پرطرفدار سنگدل با بهتون پیشنهاد می‌کنم. برای رفع گرفتگی و اسپاسم‌های سطحی پیشنهاد من به شما ماساژ محبوب سوئدی و بادکش هستش. حالا شما بهترین تجربتون از ماساژ رو برای ما کامنت کنید.